درود بر شما. خیلی دوست دارم بگم میدونم که حالتون خوب باشه، ولی میدونم حالمون خوب نیست. چند روزیه که این گوشی رو میارم بالا استوری بگیرم، حمایت بکنم، خواهش بکنم، ولی خودم رو کنترل کنم. حجم زیادی از مردم به من دایرکت دادن، حجم زیادی شمارم مسیج دادن، همشون هم طرفدار نبودن. اصلا چرت و پرتا رو بذارید، قضیه جدی تر از این صحبت هست. عقده گشایی رو بذارید کنار و بهتون بگم باید اینجا بدونید، حالا شاید استوریم بیشتر شما مهم نیست، ولی این حجمی مسیج دادن، میسکالایی که داشتم و میدونم بابت همین موضوع میخواستن صحبت کنن که من انجام بدم. خواستم بگم چی شد که فکر کردی من خودم نمیفهمم. من برای خودم هیچ که بخوام برگردم شغلم رو برگردونم، خونه زندگیم و کشورم و خانوادم رو ببینم، ولی تمام این حکم میخوام وایسم بگم تو تلویزیون کار کردم، زیر نظر وزارت ارشاد توی سینما کار کردم، ممیزی های جمهوری اسلامی قدم به قدم رفتم جلو، هم فوشش رو خوردم، توهین بهم بهم حرف زدن، هزار تا انگ، هر کی چی خواست گفت و قضاوت کرد، صدای ما بازیگرا در نیومد. میگم امیدوارم که عفو رهبری شامل هار امیرحسین بشه و همه ما هر لحظه داریم دعا میکنیم. من گفتم تو استوری بخشیدم دم صبح و گذشتم. شاید بهم دنده دادن یه سری و اعصاب و روان، مشکل روحی روانی پیدا کرده بودم، بعدش اومدم یه سری واقعیت ها رو گفتم، ولی مطمئن باشین خیلی چیزا رو نگفتم و مطمئن باشین خود اون آدم میدونه. تهمو گذاشتم، ته رفاقتمو گذاشتم، ته همکار بودنمو گذاشتم. باز من نمیدونم یه عده میان حالا چرت و پرت میگم، ولی الان وقت این کثافتکاری ها نیست. لطفا دعا کنید